برای این مدل شومیز 2.5 سانت از جلوی لباس اضافه میکنیم. از بالا تا پایین چرخ میکنیم. اضافات رو به صورت پیلی در میاریم. اتو میزنیم. یه نوار تزئینی ما بین لباس و پیلی دوقلو قرار میدیم و از بالا تا پایین چرخ میکنیم. برای هر دو طرف این کار رو انجام میدیم. دوخت نیش یا دوخت سنگین میزنیم. به این صورت. یقه رو برش میزنیم. دور تا دور یقه رو چرخ میکنیم. هر دو طرف یقه باید کاملا چرخ بشه. اضافات پارچه رو میگیریم و دور تا دور اون رو چرس میزنیم. برمیگردونیم. هر دو طرف رو اتو میزنیم و با سوزن فیکس میکنیم روی شومیزمون. دور تا دور یقه رو چرخ میکنیم و کامل از هر دو طرف چرخ میشه. نوار اوریب از جنس پارچه یا حالا گانهای آماده تهیه میکنیم و دور تا دور یقه قرار میدیم و دوخت میکنیم. لایک و سابسکرایب یادت نره.